این چه مسخره بازیه؟ این چه سر شکلی برای خودتون درست کردین؟ سلام علیکم، شلونک؟ آقا درس عربی داشتیم، خواستیم فضا رو عربی کنیم. با اجازه. چه خبرتونه؟ ساکت! آقا از شما دیگه بعیده. شما دیگه چرا؟ این چه وضعیه؟ بفرما آقا بفرما. آقا امروز درس عربی داریم، میخوام ضمایر عربی بهتون درس بدم. هو هم هی هم هن انت انتما انتون انت انتما انتن انا نحنو. یه مثال ساده براتون بزنم. مثلا وقتی میخوایم بگین تو معلمی، میگی مثلا انت معلم. چی آقا؟ انت معلم. چی آقا؟ انت معلم. چی آقا؟ انت معلم. انت معلم واحنا بتمرگی تر جادان مسخره شده را وردی. پولا رو جمع کن داداش ضرر داریم. پولا رو جمع کن. امروز درس عربی داریم، هر کس در کلاس بقا فارسی صحبت کنه با تو گپا میندازمش بیرون. الحامد الخودکار المشکی الداری البله، الدارم. البفرما. الوایسا این که الابی القرمزه الکسافتان. آقا اجازه. لالای به عربی چی میشه؟ لالایی به خاطر خواباندن بچه به کار میره. نه دیگه. هشدار پلیس عربستان به راننده که داره لایه میکشه. لالایی. قشنگ بود. لالایی. بچه فعل توبی توبا خوانده میشه. آقا با اسم عمه من چی کار داری؟ اسم عمه من توباه. نذار بگم اسم عمه شما صغریه، ما صغرا صداش میکنیم ها. خوب شد نگفتی. دهنتو زدی. معماریان اولئک شر زم قلیلون یعنی چی؟ اولئک شر و قلیلون. آقا اونا داشتن قلیون میکشیدن دو سیب، چش تو چش کردن، با هم شهر کردن. درسته؟ یعنی خاک دوستن. مهدی تبریزی وزن این کلمات برای ما بگو. اکرمه که 3 کیلو. 3 کیلو. یکرمو 4 کیلو گوشتمیو. 4 کیلو. تکریم 7 کیلو. 7 کیلو. اون یه ذره سنگین تره. بی چرت و پرتا چه داری میگی؟ وادی دهنت. دانش آموزای عزیز، ما تو الفبای عربی 4 تا حروف نداریم. گ، چ، پ، ژ. تشنج کرد. چطور دوباره افتادی پرت؟ حال مالت خوبه؟ خودت گفتی زبان عربی گچ پج نداره. من الان گچ افتاد چجوری بگم گچ افتاد؟ خوب شد. تونم رو بهت دادم زبان دعا شده ها. آقا اجازه؟ به هم دستشوری؟ بیا آقا بفرما برو دستشویی تو. آقا اجازه میشه یه جمله تاثیرگذار بگم؟ بفرما آقا امینی. اذا كنت متعبا فتعلم ان ترتاح لا ان تتنهی. خب این معنیش چیه؟ اگه خسته شدی یاد بگیر که استراحت کنی، نه اینکه کنار بکشی. ومال حبيبي مالو قولوا لي واش جرالو حمید داداش، جان داداش، تایه داداش یه جوجه نابی برات کشیده. بابا حلالت بشه. شماره‌شو بزن. وایسا یه دقیقه. زدی دیگه. به ما نمیرسه. به شما یه دقیقه میرسه. وایسا. عبدال یه برگه وسط دفترت بده. دفتر من وسط نداره. امیرعلی عبدولی یه 2 برگه و وسط دفترت بهم بده. آقا شما جون بخواستم من بطاعت رو بفرما آقا. بزنیدش این یه واقعا دین زده بالا. بزنیدش.
آقا اجازه آقا سلام تو یکی دیگه گم شو بیرون. آقا قبل عربی آوردم البرا الشیطون البلا شدی گفتم برو گم شو بیرون. آقا اجازه بریم بشینیم. خوش آمدی آقای اقوامی. بفرما. خالیش کردی؟ بفرما. دانش آموزای عزیز در درس عربی. آقا اجازه بریم دستشویی. حق خانه آباد برای این سرعت عملی. دانش آموزای عزیز تکلیفاتون رو در بیارید ببینم انجام دادید یا نه. تکلیف چی هست؟ چیکار کنم الان؟ چیکار بازی؟ من چی میگی؟ آقا اجازه یه سوال داشتم. بفرما. میشه کسی رو به خاطر کار نکرده تنبیهش کنی؟ الدز بلدی شما؟ نه آقا میخواستیم زنجمون رو امتحان کنیم. دهن من زر اضافی نزن. نه عزیزم چرا باید تنبیه کنم به خاطر کار نکرده؟ دم شما گرم، مشتی هستی و پرطرفدار. ما تکلیفمون انجام ندادیم. الدز دعای خیر میدونین به چی میگن؟ یعنی کسی که برای خیر و صلاح تو دعا بکنه بهش بگن دعای خیر. نه آقا دعای خیر اینه که شما هی دعا میکنی خدا میگه خیر. نکن پسر تمام نکن شروع نکن برو اونور ببینم برو اونور حاجی دقت کردین ناظم خیلی پررو شده؟ البته این معاونه ولی در معنی سرویس ها. حالش میگیره. کارش کنه. دهنش سرویس. من بهت بیا. همه برید سر کلاس برید ببینم حالا میگید کار کی بود یا نه پس نمیگید دستا رو باز کنید الحق که یکی یا یکی خرترین گم شید برید سر کلاس دمتون که بچه‌ها به شما میرسه باری کرده. لاتی بود. به هممون میرسه. خب پدر آمرزیدا لااقل چیزی بگید حوصله‌مان سر رفت. آقا کلاس بیکاری بذار بخوابیم دیگه. الله یا ماریان مامانت دیگه نمیاد مدرسه اول درس بپرسه. درست خوب شده ها. آقا اجازه ولی ما مامان شما رو هر روز تره میبینیم احوال شما رو اما میپرسه. من دو دهنت دوباره یه بار به دهنت خندیدم پر رو شدی. آقا اجازه الان که بیکاریم میشه بچه‌ها واسه پدر بزرگ ما یه فاتحه بخونن؟ آره حتما. خیلی دوستش داشتی نه؟ آره خیلی دوستش داشتم. یه روز که برده بودم همون تا بند خدا را بشورم از ته دل دعام کرد گفت انشالله به جایی برسی که تو زندگی 10 تومن واسط پولی نباشه. خدا رو شکر الان 700 800 تومن بدهی دارم 10 تومن به چشم نمیاد واقعا. آقا اجازه میشه حالا که بیکاریم یه امتحان بگیرید ازمون؟ یه لحظه فدیه دهنت در ببند. محکم‌تر بزنینه. آقا اجازه میشه ازتون یه سوال جنسی بپرسیم؟ چی؟ دهنت در ببند گوش دلخ. بابا ازت خواهش میکنم شما سوال ما رو جواب ندی کی جواب بده؟ خب بپرس ببینم چیزه؟ جنس شلوارتون چیه؟ خیلی مسخره. چرا مسخره میکنی آخه؟
اصلا چرا مسخره کردن دیگران کار درستی نیست؟ اجازه میدونی چرا؟ شاید او از شما مسخره تر باشد. آقا اجازه داداش ما میخوایم بریم عروسی خالقلیمون، میخوایم شاباش بدیم. اسکناس نو داریم ما بدی؟ چندی میخوای؟ اسکناس 10 5 فرق نداره. دارم این مقداری. آقا واسه ما کارت به کارت میکنی؟ دیوونه آیا امینی؟ دسته نباشی. چه کتابی داری میخوانی؟ 4 اثر از فلورانس اسکوالشین. واو، یه چیزی از توش بگو تا فیض ببریم. چشم آقا. لازم نیست برای شروع عالی باشی، ولی برای عالی بودن باید شروع کنی. رحمت بر او پدر و مادرت. حامد تبریزی، تو کی میخوای ازدواج کنی؟ به نظرت دیگه وقتش نرسیده؟ هر وقت زورم رسید تا خوشبختی رو تقسیم کنم حتما ازدواج میکنم. فعلا واسه بدبختیام شریک نمیخوام. مهدی تبریزی، تو چرا ازدواج نمیکنی؟ والا آقای معلم شما چه غریبه نیستین. یه دختر پول دارم الان پیدا نمیشه که منو به خاطر خودم بخواد. حمید شربتی، داری چه کار میکنی؟ دارم لباس میشورم. مگه ماشین باشویی نداری؟ چرا داریم، ولی خب میرم توش سرم گیج میره. بابا یه بارم مثل بچه آدم رفتار کنی. آقا مثل حابیل یا قابیل؟ تو فقط آدم با گل میدی اگه آدم باشم حوام بمونی؟ به خدا هر که جامعه بود تا الان یا سکته زده بودش یا معتاد شده بود. راستی گفتم معتاد. حامد تبریزی، من شنیدم تو سیگار میکشی. البته به منم هیچ ربطی نداره. سیگار آرام آرام انسان ابین میبره. آقا ما مجله نداریم. آقا اجازه وقتی یه نقطه آبی رو دیوار حرکت میکنه میدونی اون چیه؟ نمیدونم، شاید جوشکاری کردی چشاده برق زده. نه آقا اون یه مورچه هست که شوالی پاش کرده. بهادر تو چرا جورابات یکیش قرمزه یکیش آبیه؟ مرزی دقیق گوشی میدم چی میگه. آقا اجازه اتفاقا یه دونه عین همین خونه دارم، یکیش قرمز یکیش هم آبیه. حالا فهمیدم چی شد. آقا اجازه بریم دستشویی. دیگه یواش یواش داشتم بهت شک میکردم ها. ماشاءالله تو هم دیگه داره طاقتت زیاد میشه. بفرما. بفرمایید. سلام معلم، حال شما خوبه؟ معلم پسر من هر روز میاد اینجا، می‌خواستم امروز نیومده. ببخشید یه خورده اذیتتون میکنه آقا معلم. یه خورده پیش فعاله، قبلا میگفتن طول سگ، الان میگم پیش فعال. من اینو 12 ماه زاییدم. نیومده اینجا معلم. نه اتفاقا امروز اینجا نیومده. حالا چه میخوای؟ یه گچ می‌خواستم معلم. مرسی. آقا معلم. آقا معلم گول زدن دست. چه خبره اینجا؟ چه خبرتونه؟ اینجا باغ بچه یا مدرسه است؟ حضرت علی؟ من بازرسم. آقا خیلی خوش آمدی. برپا. بفرمایید خواهش کنم. ببینین از اداره من دستور داده که من بیام خدمت شما سطح علمی شما رو سوال بکنم، یعنی کلاس به کلاس، ببینم چیکاره هست. خب شما علت پاره شدن لایه اوزون چیست؟ جناب اجازه رعایت نکردن ابوالفضل. یعنی چی؟ شما یه 2 دقیقه وایسی متوجه میشین از بو و صدایی چی در میاره. خب از تو سوال میکنم علت شکست شاه عباس چی بود؟ جناب شاه عباس اول یا دوم؟ خوشم باریکلا دوم. این تو انتخاب رفیق اشتباه کرده بود، رفتن سر قرار مفتشو بردن. الله رحمت الاسلام. الله رحمت داشت غم نبره. خدا بیامرزه. اینجوری مفتشو بردن. خدا رحمت. ساکر آقا. از شما سوال میکنم 2748 منهای 440 سریع بگو چند میشه؟ 15. یعنی چی؟ این که درست نبود. ولی سریع که بود. آقا فستن فیروزه 17 تو. جناب اجازه بفرمید. میتونیم با گچ آبی قرمز بنویسیم؟ یعنی چی؟
مگه میشه؟ الان میان نمیشه. وای ببخشید. دارم آموزش میدم. برو تیر 2 وای سلام میام. ارادت. همان گونه که مشاهده میکنید این گچ آبیه. همه میدونن این آبیه، ولی من قرمز نوشتم. خب حالا از شما سوال میکنم. اولین کسی که رکورد دی نصف شکوند کی بود؟ حضرت عباسی من نشکوندم. خدا سرشاده من اصلا اهل دروغ نیستم، اینا رفیقام میدونن. به مولا اصلا دست ندادین. من دست دادم ناموسم. ما نگاهش کردیم فقط. نه جناب بازرس، من اینا میشناسم، خود به خدا کار اینا نیست، من همشون نمیشناسم. کار این نیست، خدا میدانه. آقای مدیر کجایی؟ آقای مدیر این چه شاگردایی تربیت کردی؟ یکی خنگتر، یکی خرتر. من نمیدونم اینجا تیمارستانه یا مدرسه، چه خبره؟ آقای بازرس چی شده؟ چرا ناراحتی؟ از این بدتر؟ از این دیونه تر؟ نمیدونم، من نمیدونم چیکار کنم. من نمیدونم اینجا مدرسه است یا تیمارستانه. آقا این شاگرد درست کردی. از شاگرد دارم میپرسم که ببین از این سوال راحت‌تر، اولین کسی که رکورد دی نصف شکوند کی بود؟ میگه والا من اینا رو میشم. آقای معلم میگه والا اینا رو من میشم، کار اینا نبوده. آقا من برم به کی بگم دردمو؟ ها؟ آقای بازرس آروم باش، خودتو ناراحت نکن. تو چی میگی اصلا؟ ما توی مدرسه 2 تا شیفت داریم. احتمالاً کار شیفت بعد از ظهریاست، کار بچهای ما نیست. والا اینجا تیمارستانه. والا تیمارستانه. برو که میرم. دیوونه. یکی از اختراعات زکریای رازی چیه؟ الکل. باریکلا، معلومه قشنگ درسات نخواندین. زیادم نه، ولی خب در مورد این بزرگوار اطلاعات کافی داریم. واقعا؟ یعنی شما میدونی چجوری از این اختراع استفاده میشه؟ بله آقا، الکل رو میزنیم به دستمون، روش چیپس و ماست میخوریم که ضعف نکنیم. واقعا؟ البته اینم میشه، ولی حس میکنم اینجوری داشتمید زکریای رازی از دستمون راضی نیست. به اونم نمیرسه داداش البته داشت امید با آبال بالوان میچسبه، ولی اگه دست و بالت باز باشه هایپ یه چیز دیگه است. آره داداش. یعنی چی اون وقت؟ هیچی آقا، اونا که باید بفهمن فهمیدن. اصلا این تایید حرف شماست. خب بچه‌ها شما آزمایش دادن انجام بدید تا ما برم بیرون، الان میام. خب داداش تو مزه میاری؟ تو ماشین میاری؟ تو هم تگری نزن. ببین من نمیام، با آقا معلمم میگم. بشین دیگه. زرت پرت میکنه. آقا ما تلاشی واسه لاکچری شدن نمی‌کنیم. 50 سال دیگه هم بیای در خونه ما، زنگ خونه ما بلبلیه. ببین کیه داره درو میزنه؟ منم بابا من نمیدونم نخورده چطوری çap کردم. داشتم گوش بده. میگه duvar olub aşmayaq, ilan olub saçmayaq, tək gündə bibimiz qoyub qaşmayaq. Daş bizə yetişər ba. Vəssalam. به تو میرسه. özümüz. داداشا سلامتی کرم خاکی، نه به خاطر کرم بودنش، به خاطر خاکی بودنش. خودمون داداش. همتون میرسه. داش محمد برای من هایپ نگرفتی؟ داداش هایپ گرم بود، به مولا عینه برات گرفتم داداش. دست به دست کن بیاد. چه غلطی دارید بکنید شما؟ آقا اجازه می‌خواستم ببینیم تاثیر الکل روی بدن ما چی میشه. آزمایش کردیم چی نمیشه. چیزی نشد داداش. نگرفت. ببینید آقای من، الکل ریختم روی کرما، در عرض 1 ثانیه همه‌شان بین بود. حالا فکرش کوی الکل رو بدن شما چه تاثیر بدی داره؟ خب آقا با این تفاصیل کرمای بدنمون مرده دیگه الان، درسته؟ تست کردیم دیگه. من کرما مردم. بابا حلالت باشه. کرماشه کی بودی؟ ای بابا شما خیلی گاف تشریف دارین. جمع کنین آقا، جمع کنین. آقا اجازه بریم دستشویی. اقوامی اینم با خودت ببر پر کن ببینیم مشکل کجاته.
بفرم آقا بفرم بیا برو دستشویی. این چه کلیهاش زده بیرون؟ داداش جیگر تحال همه چی سیرابی. داداش من صبر کنید، هیچ عجله‌ای نکنید. بیا امیرعلی عبدولی، این لیزر رو بگیر بده آقای امینی. هر سوالی داری و خدا حتی حال به همزن‌تر تا حالا آدم میدم. هر سوالی داشتید از این بپرسید. کجا؟ آها قلب. بچه ها کار قلب پلم بزدنه. خفه شد و بی تربیت دراز. پمپاژ و خونرسانی به تمام نقاط بدنه. نقطه بعدی لطفاً. کبد یا جیگر کی میدونه کارش چیزه؟ من میگم آقا جاش مهم نیست بالا پایین باشه، مهم کاراییشه که بعضی بلد نیستن استفاده کنن. بیشتر توضیح بده. آقا کسی که جرأت دست دادن به خارو نداره نباید آرزوی گل سرخو داشته باشه. بعضیا میگن رفاقت مثل لیمو شیرینه، بعد مدت ها تلخ میشه، ولی کسی نیست به این بعضیا بفهمونه لیمو شیرین همیشه شیرینه. تا وقتی که کسی چاقو تو جیگرشون نکنه تلخ نمیشه. بابا حلاله. آقا خودکشی خاص شده. جیگر داری زندگی کن مثل ما. بعضی هم باید گفت شما سیرابی گاوم نیستی، چه برسه به جیگر ما. بابا حلالت باشه. سلام جیگرم. سلام عزیزکم. نه آقا با شما نیست، من عادت دارم با اعضای بدنم صحبت میکنم. سلام میگم سلام بابا وایسا. سلام کبدم، زانوم، آرنجم، قلوه، اینا سلام میکنم بهش. معلم اتفاقا اون روز من رفته بودم قصاب خیلی آدم بیشور بیادبی بود. برمیجاش میگم مثلا گوسفند چیه، گوساله چیه، برجاش به یه آقای گفتش که تو گوسفندی؟ گفت نه به خدا من گاوم. خوشبختانه من جیگر میخواستم، برجاش گفت جیگر چیه؟ گفتم من جیگر خودم. اون جیگر نه من اینجا یه آدم جیگردار مثل آقا معلم فقط یه بار میمیره، ولی یه آدم ترسو روزی 1000 بار میمیره. بس کنید دیگه آقا، مگه کلاس جمله سازیه؟ من گفتم کاراییش چیزه. آقا من خیلی نوکرتم آقا دکتری. آقا فکر نکنیم ما داشتیم خدا سر شده فضولی میکردیم. هر وقت جیگرشو گفتیم شاید دلتون بخواد آبدار بزنم یا جزغاله. آقا معلم بابا تو دیگه چی میگی؟ تو رو خدا تو دیگه ولمان کن. من دلخورم. تو چرا دلخوری عزیزم؟ البته جیگرم میخورم. خوشگوش و شاپسن و دنبلون هم دارین؟ خفشو بشه سر جا. تم برو گم شو تا با تو کپا ننداختمت بیرون. بزنیم خوشگوشت بلالی. آقا هر که هر سوالی داره با اون لیزر از من بپرسه. داشمیتی قربون دستتون لیزر رو دست به دست کن بیاد جلو. دست به دست کن بده بیاد. از ما اولا باید جلو وای میستاد لیزر. خوش مفری شد. باش با اجازه. معلم قربون فرمونت یه چرخ میزنیم ما سوالمون رو بپرسیم. چرا؟ سوال ما مربوط به پشت میشه. من خفه شو دهنت ببر. بدش دست نفر بغل رسید. یه تو بپرس. نکن آقا. نکن عزیزم. نکن پدر جان نکن. آقا سوالم جده چشه دیگه. عیب نداره بپرس عزیزم. اصلا نمیخوام بپرسم. اسخر بازی ها چیه؟ بدم. آقا معلم اینجا چی کار میکنه؟ کجا؟ این روده است. پس همه گاز و گوزا اینجا میاد. قابل توجه آقا ابوالفضل. آقا تبریزی اینو بده. آقا تبریزی چه شاید آقاش بفرم آقا مهدی. ممنونم. این چیه؟ برید بیرون آقا. بچه‌ها زنگ زدن. برید بیرون. زنج منج نخورده 10 دقیقه داریم.
این چیه؟ اگه گفتی؟ نه آقا زنگ زدم بری بیرون. آقا ما داداشمون مشکل کلیوی داره، گفتم ما هم امروز کلاس آزمایشگاه داریم، یه لطفی بکن اینم یه آزمایش بکن بریم کلیه‌اش چشه. معماریان یعنی خاک توش سرت کنم. حال به هم زن چرکن. خب دانش آموزای عزیز توجه کنند، مقداری پتاسیم هم میاریم اینجا و مقداری منیزیم بهش اضافه کنیم و مقداری کربن جفتشون رو بکیدن. بابا یه نفر اون. پسر صاف وایسا، سرسا نکن. بچه‌ها فردا جلسه اولیا مربیان هستش. لطفاً همه‌تون با والدین خود تشریف بیارید. نظافت و بهداشت خودتون رعایت کنید که احتمالاً دارن از اداره مربی بهداشت می‌فرستن. من اولیا ندارم. با سلام خدمت شما والدین عزیز، خیلی ممنونم که تشریف آوردین و حامی فرزندانتون هستین. خوش اومدین. خیلی ممنون ازتون. خودمون اومدم، به تو اصلا مربوط نیست. میخواستم با شما والدین عزیز در مورد یه سری مشکلات مدرسه صحبت کنم. ما نزدیک به 4 ساله که نتونستیم آسفالت حیات مدرسه رو عوض کنیم، نیمکت‌های کلاس‌ها رو جابجا کنیم، شیرالات سرویس بهداشتی‌ها رو عوض کنیم. خلاصه از شما درخواست کمک دارم. یعنی میخواین بگین شما همه هزینه‌ها رو قراره از ما بگیرین؟ ورودی جدید هم که نداشتین. فرزندان شما مثل بعضی از مسئولین کشور میمونن، فقط بلدن از این نیمکت برن اون نیمکت، بلد نیستن از این کلاس برن به اون کلاس. معماریان تا زمانی که من یادم میاد مامانت این شکلی نبودا. آقا اول که شما ربطی نداره، دوم که سال 2020 آقای ما نیو فیس دوست داره دیگه، عمل زیبایی و ددیه دیگه، ددی دوست داره اینجوری، به شما ربطی نداره. ما تو این مدرسه اصلا فارغ التحصیلی نداریم که بخوام ورودی جدید داشته باشیم. من اصلا میخوام برای مدرسه استخر درست کنم. شما نمیخواین کمک کنین؟ چشم، فعلا در حد توانم یه لیوان برات آب آوردم. فردا یه 4 لیتر آب برات میارم. آقا رو دریا. برقا والا با این طرز فکرتان بچه‌هاتان تقصیر ندارن اینقدر گوج شدن. خب اگه شما سطح دانشتون بالاست میتونید به سوالای ما جواب بدین؟ بله در حد توانم جواب میدم. میدونید فرق بین خواهر شوهر با باتری چیه؟ نه والا نمیدونم. باتری قطب مثبت داره ولی متاسفانه خواهر شوهر هیچ نقطه مثبتی نداره. عمتو میگم. آقا اون چیه که از یه دونه سوراخ وارد میشه همزمان از 2 تا سوراخ خارج میشه؟ کم خاکی؟ نه عزیزم، پاه وقتی شلوار میپوشی از کمر وارد میشه از پاچه ها خارج میشه. داداش منو. آقا اجازه بریم دستشویی. الان فهمیدم این قضیه کجا داره آب بخوره. بفرمایید. قربونت برم مادر پرستار دلم، بفهم. بابا آقا سلام. آقا انقدر تو کلاس شما بوده، تو کلاس خودم نیومد. دیدم اولیا مربیانه، گفتم نه آقا بیام شاید مشکلات منو میخوام بهشون بگی. بفرما آقا بفرما. آقا اجازه، چطوری میشه 4 نفر برن زیر چت هیچ کدوم خیستشن؟ فکر کنم باید خیلی فشرده تو یه ذره جا جمع بشن تا خیس نشن. نه خیر آقا، بارون نباره خیس نمیشن. فیلمی ها از دادم بازی آبرون رو قشنگ بردی. طویل بگیر. ببینم این مادرته؟ نه موسی آقامه. آقا تو جمع کن داداش. آقا سنش پایینه، میدونو بده به جووندرا، به دردتون نمیخوره. بلند شه وایسا، از شما 3 متر بلندتره. آقای معلم میدونی اگه زنبور بره تو دهن گربه چه اتفاقی میفته؟ خب بره تو دهنش، لباس دهنش گاز میگیره، از زبانش نیش میزنه. نه دیگه، گربه میگه میوز. بابا حلالت باشه. بفرما طویل بگیر.
این همه به من میگی ارزت، تو با ارزت بیاد همین بگیر. امیرعلی پسرم تو رو چی اینجوری شتک کرده ها؟ دیگه از این به بعد نمیذارم که یه دونه خط و خش رود بیفته. باشه دیگه تو جون. راستش امیرعلی از شما خیلی راضیه. کل بچه‌ها از شما راضی‌ان. مرسی بابت آموزشتون. دوست دارم کل هزینه‌های مدرسه رو من متقبل شم. نکن میشه. واقعا همین الان گفتی نمیذارم روش خط بیاد. اینا نصیحت‌های پسرونه است، پسرونه پدرونه. پدر چیه؟ خاله قضیه دیدی خداوند بالاخره یه دختر پولدار سر راهم قرار داد که منو به خاطر خودم بخواد. خوش به حالت. تسباقا نهارت گرباقایم شامه. شما که امروز مورد توجه همه قرار گرفتی زیاد خوشحال نباش. بابا اینو نگو، من قبلا گفته بودم. خیلی خوبن ولی سلیقه ما نیستن. تبریزی مگه تا پارسال شما 2 نفر بیشتر بودین؟ این که اضافه شد بهتون؟ 2 دست کنده بلند میشه. تنها بچه داره نیست. من خیاطم، قابله‌ام، آرایشگرم، آمپرزنم، کارقتلم، قرصاق götürəm, نظر tarım, belçe gerem, göbek götürəm, kulak dellem, roza xanım, baftan toxuram, güldüzü gelirim, çeçim toxuram, kisse hamam میبافم, جوراب بیمیلم میبافم، پش میرسم، کشاورزی هم میکنم. دمت گرم ننه خودمه، بزن به افتقاره. صدیه مادر جان بیشتر از این توضیح نده، خودم فهمیدم چی شد. خاک بسر تو هیچی بلد نیستی. آخر یه فیلیپینی میزنم میفتی. دانیار هیچی بلد نیستی بگین یه چیز بگو ببینم. تو مشت از سر ما حرف نزن. ما همه میگیم تو خوبه. آقا اجازه نه اینو نگو şişle. آخ من میخواستم بگم که gören göz isteyen ürek çatmayan eller sağlığına. بچه ها توجه داشته باشین. 15-18 ضبط داره. آقا معلم از اداره مربی بهداشت فرستادن، اگه اجازه بدین چند دقیقه بیشتر وقت کلاستون نمیگیرن. نه خواهش مونم. بچه ها شیر مادرتان یه 10 دقیقه آبروداری کنید تا بنده خدا بیا بره، بعدش هر غلطی خواستید بکنید بکنید. الله با چه وضعیت کردیم آقا؟ کاری بکنین که پرچمت رو هوا اینطوری باد بخوره، خیالت راحت باشه. ساکن آقا بگو بیا. بفرمایید خواهش می‌کنم. اینا خیلی پلنگن، اینا خیلی پلنگن، اینا خیلی پلنگن، سیخ میخ نمیخوان، اینا خیلی پلنگن. Rəza, xanım Behdashın sağlığına bir dənə bir dənə bir dənə o 3 dənə zart. اینجا طویله است. آقا اجازه انتهای حیات سمت راست طویله. ببین دهنتونو. خانم عذرخواهی میکنم ببخشید. سلام، امیدی هستم، مربی بهداشت. سلام امیدی. خب بچه ها هر سوالی راجع به بهداشت فردی دارید بپرسید، راحت بشین. خانم اجازه شما مجردی؟ بله. برپا برجا. خانم مربی بریم دستشویی. شما حتما یه مشکلی دارید، بیرون وایسید کارت مطبو بهتون بدم، تشریف بیارید به مشکلتون رسیدگی کنم. خفشید بشینید سر جاتان، آبرو ما نبردین. این روزا خیلی عملهای مختلفی دارن انجام میدن واسه زیباتر شدن. به نظر شما زیباترین عملی مرد چی میتونه باشه؟ خانم اجازه اون چیزی که تو فکر شماست احترامش واسه ما واجبه، ولی قشنگترین عمل زیبایی یک مرد عمل به حرفاشه. ماشاءالله. عزیزم شما مشکلتون چیه که اینقدر بام پیچی کردی؟ خانم امیدی من در راه آقا معلم جونم هم میدم. مرتضی اینجا رو قیچی کن. شما چقدر دین دیرین دیرین دیرین. عشق فقط یک کلام،
نزنینش، این پدر نداره خدا بیام. البته من پدرش حساب میشم از این به بعد. امیرعلی میبینی من الان حول باز در نمیارم فقط به خاطر تعهدی که به مادرت دارم. خانم اجازه، معیارتون برای ازدواج چیه شما؟ لطفا از این سوالا نپرسید، ممنون میشم. لطفا دستاتون رو بذارید رو میز، میخوام ناخوناتون رو ببینم. خانم اجازه ما شما لاک هم زدین، تازه تر هم می‌خوایم بزنیم، فقط یه در سوهانش مونده دیگه، مانیکورش هم کنیم دیگه حل دیگه. قشنگه؟ خانم اینو ولش کن، من پامم زدم تازه ژلیش کار کردم. خانم جفتشم ول کن، من نزدم، گفتم بیارم رنج بندیشو به شما نشون بدم، هر کدومو دوست داشتی بزنم برات. خب بچه‌ها کیفاتون رو بذارید رو میز، میخوام تغذیه هاتون رو ببینم. چاکره خانم. من میشه نشون بدم؟ خانم داخلش تیشرتمه که فصل قبل میپوشتم، گفتم دیگه تکراری نشه، بیننده ها اذیت نشن. این یه شلوار شیرازی، این گفتم شاید از توپ رد شدیم یه دفعه دیگه کار دیگه، مرد باید یه شلوار راپاس داشته باشه. اینم یه دونه زدیکس 8000 قابلتون رو نداره. همین تا چی آوردی؟ خانم معلم من کیف نداشتم، پونی برنج آوردم. اینم وسیله مقابله با سرخ پوستاش که گذاشتم حالا همراه هم باشه. اینم جوهر لیموه با لواشک میزنیم با بچه‌ها. اینم وسیله بچه خواهرمه. خانم دوله اینجا رو نگاه. بابا نوکرم آقا. باریکلا. باریکلا. این مرته. مرس. این گوشیه. ساکه آقا. ماشاءالله. کار اندازه. سیدی دیدی دمت گرم. همین. نوکرم. خانم اجازه من جسی بیلا یه لحظه وایس. این هم که زنج تفریق توپ بازی میکنیم این آوردیم. خانم ما هم دو تا کله قند داریم، بالاخره میریم خیابون، یکی خوشمون میاد محضر تعطیل باید کار خیری انجام بدیم، میریم مهمونی گرفتیم، آهنگ نداریم آهنگ گوش کنیم، آهنگو میتونیم گوش کنیم، یهو فیلم برام میاد وسط عروسی میبینیم فیلم نداره بذاره فیلم بگیره واسم، یه فیلم هم بهش فیلم میگیره واسم. معلم نگاه قلب رؤوفو نگاه چقدر مهربونم. معلم من همین الان گلوم درد گرفته، من برم بیرون تا شما بیاین مطب. همیشه زنگ میخورد مثل گاو در میامدین میرفتین و چی شد؟ خب بچه‌ها خیلی از آشناییتون خوشحال شدم. روز خوبی داشته باشید. خدافظ. نرو تو هم مثل من نمیتونی ببین آقا معلم، وزیر آموزش پرورش داره امروز میاد اینجا بازدید. ور این بچه‌ها رو بهانه اردو ببره بیرون، یه امروز اینجا نباشن والا بیچاره میشیم. رو جفت چشام خیالت راحت. بچه‌ها شاید باورتون نشه، کلاس شما به عنوان کلاس نمونه توی مدرسه انتخاب شده. ما هم به خاطر همین موضوع میخوام شما برسیم اردو عشق حال. آقا معلم حواست باشه این اردو قبلی نشه، گردان ببری نفر بیاری. آی ناظم من یه بار بهت گفتم خیالت راحت، من یه آدم سابق نیستم. اصلا تو میگی خیالم راحت، این 4 ستون بدنم هم میلرزه. داداش واقعا واسه خودم متاسفم که اومدم تو این مدرسه دارم درس میخونم. ببین چقدر سطح علمیش پایینه که ما شدیم شاگرد نمونه. داش حامد خودتو دست کم نگیره، ما خودمون کم زیاد نیستیم به مداد. داش من بدینی چی گفتی؟ یعنی چه داداش؟ خدا وکیلی خیلی دوست داشتن جای ما باشن. آقا اجازه، ما که رضایت اولیا نداریم، چجوری میخوایم بریم؟ شما به این چیزا کاری نشوشین، ما هم والدینتون اجازه گرفتیم، بلند شین بریم به سلامت، خوش بگذره. پسرم حال مامان چطوره؟ پسرم؟ حال مادر به شما ربطی نداره. خوبی هم نیومده نه؟ خوبه خدا رو شکر. الله تو شکر. آقا با اجازهتون من یه خدمتم مرخص میشم. به امید خدا بریم ببینیم چیکار میکنیم. برو خدا به همراهت. آی دست
ساکت آقا معلم میگه دست. آقا از الان اشغال شروع شد. دست. اینم هم معلم ما، خدا به خیر کنه. صدای هرهر نمیاد. جلوی صداش در نمیاد. 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 صدای ارعر اومد، عقبی صداش در اومد. 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 چیه؟ ارعر تو شنیدیم یونجه برات خریدیم ولی بهت نمیدیم. ارعر تو شنیدیم یونجه برات خریدیم ولی بهت نمیدیم. ارعر تو شنیدیم یونجه برات خریدیم ولی بهت نمیدیم. ارعر تو شنیدیم یونجه برات خریدیم ولی بهت نمیدیم. آقا سلام دارم واسه شما. 1 2 قیافه، عقبی شبیه شیافه. 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 آقا اینجا رو داشته باش. 1 و 2 و 3 جلوی چوسه. 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 آقا خواهش میکنم سرم درد گرفت تو را به خدا. یادان رفته از سری قبل به خاطر مشکلاتی که شما برام درست کردین مدرسه اخراجم کردن. به خاطر همین بدبختی ها رفتم از دست فروشی مترو بگیر تا رانندگی تاکسی و تمیز کردن خانه مردم و هزار بدبختی سرم در آمد. تو رو خدا سرم درد میکنه. بذارید این سفر میریم خوش به ما بگذره. آی راننده رمد پدر مادرت یا آهنگ شادی بذاری بچه ها تا اونجا بزنن و برقصن و کیف کنن. مسعود اینجا هم گرفتار ما نکنی زود بیا. کجا میرم؟ اومدم سر کلاس گچ بگیرم 60 70 کیلومتر دنبالت دویدم. کجا میرم؟ داریم میریم اردو. آقا معلم من برم یه بار دستشویی بیام. مگه الان نیومدی؟ احساس میکنم دیدی این زنا از خونه‌شون میرن احساس فنگازشون روشن برمیگردن. آقا بیا برم. رفتیم دبی چه جایی بود جاتون خالی صفایی بود تو کوچه هاش خیابوناش. آی پسر بینجا بینم. جانم آقا. برای بچه ها کجان؟ هیچ کدام نیستشون. آقا من از آدم فروشی خسته شدم دیگه، هیچ گیرم نمیفروشم. فقط نمیدونم حامد تبریزی و مهدی تبریزی و حمید شربتی و محمد ممان اونجا دارن چیکار میکنن اونجا. حالا خوب شد نگفتی. برو گامش ببینم. توی گرما جلو تیغ آفتاب چه غلطی دارید میکنید شما؟ آفتاب؟ آقا معلم حالت خوب نیست. اینجا که سایه است، هوا هم اینطوری خنکه. بابا سایه کجا بوده توی گرما؟ سرمان درد میکنه شما هم سر به سرمان میذارید ها. بهادر آقا از ما خیلی عقب تره، به ما برسونش. آقا توتوموس گفتی سرت درد میکنه.
آره یه دونه این قرص بخور خوب میشی. نه ولش که خودش خوب میشه. از دستت میرم یه بسته مونده بیا. واقعا سردرد من خوب بکنه؟ دواست دوا. دست بخوره. درد نکنه. بخوره. خور همه به گوش. بیا بالا. آی و من چرا دارم اینجوری میشم؟ ای آقا معلم از جنگل لذت ببر. جنگل؟ آقا اجازه آقا، از صدای پرنده ها لذت میبری یا نه؟ بله. آقا 2 تا نونم بگیر سر رات. حامد تبریزی، مهدی امینی، بماریان. خدایا باید بچه ها کجا؟ مهدی تبریزی! بهادر پاشو پاز آقا رو عوض کن تا کار دستمون نداده. بیا آقا بیا. بچه ها کجایی؟ حامد! آقا بچه‌ها من میگم دریامون نشه یه آب بازی بکنی؟ گفت دریا داشت من مایو نیاوردم داداش بوفه استخ داره مایو. آقا معلم من شنا بلد نیستم و نمیام اونجا. بهادر! آقا داری چی کار میکنی؟ آبرونو بردی آروم باش. چی کار میکنی؟ گم شدم اینجا. آقا اینجا چی گم شد؟ یه دقیقه ساکت باش گوش کن. صدای چیه؟ صدای موج دریاست. صدای دریاست. برو حال کن آقا. برو حال کن. دریا موجه. یا معلم بگو شنا بلد نیست اشکال نداره. بگو چی بهش دادم. بهادر غرق نشه بهادر. آقا این خطرناکه نره تو غرق بشه. مواظب باش. در قرمز 2 تا دیگه هم برای ما بذار کنار. آقا کنار از پشت یادت نره. آقا قورباغه‌ای برام. قورباغه‌ای. الان داره خفه میشه الان. آره دیگه اینجا حال نمیده. پاشیم بریم مریخ. بریم بابا بریم. منم ببرید. من کمرم مشکل داره. بیا تو بینم.